زکات فیتر بر کی واجب است؟ بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، زکات فیتر بر شخص مسلمان، چه خرد و بزرگ باشد، چه مرد و زن باشد، چه آزاد و غلام باشد، واجب است. و دلیل آن همان چیزی است که بارها در درس‌های گذشته ذکر یادآوری کرده بودیم. و قسمتی از آن در روایت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که آن را بخاری و مسلم و دیگران روایت کردند فرمودند: فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر. رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات فطر را فرض گردانیدند، 1 صاع از خرما یا 1 صاع از جو. و در دام فرمودند: علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. این نقطه را اگر ما احتمام بدهیم، رسول الله گفتند که به هر مرد و زن، به هر خرد و بزرگ از مسلمانان واجب قرار داد. و در این مسئله اجماع، اتفاق علماها وجود دارد. این اجماع را ابن رشد، ابن قدامه و دیگران نقل کردند که در آن شک و تردیدی هم نیست. اما شرط های واجب شدن زکات فیتر چیست؟ از جمله شرط های واجب گردیدن زکات فیتر بر این قسمت از انسان‌ها که ذکر نمودیم، یکم دارایی و توانایی، یعنی شخص باید امکانات داشتن را داشته باشد، امکان پرداخت زکات را در خود داشته باشد. زکات فیتر بر شخصی توانگر است که وقتی واجب شدنش آن را داشته باشد. و زکات فیتر بر شخصی تنگ دست هنگامی که بر او واجب میگردد واجب نیست. و در این مسئله نیز اجماع، اتفاق علما ذکر یادآوری شده است. یعنی بر آن کسی که تنگ دست هست زکات فیتر واجب نمیگردد. و کسی که در وقت واجب شدن زکات فیتر رزق یک روزه خود را ندارد، بر او زکات نیست. و این اجماع را ابن منذر و دیگران نقل یادآوری کردند. پس نقطه دیگر که غنی بودن، حد دارایی یعنی غنی بودن چگونه است؟ حدی که انسان را واجب میگرداند که بر او زکات مال پرداخت لازم است، مالی که غذایی داشته باشد، از زیادتی خود، از رزق همان روزه خود زیادتی داشته باشد، از رزق اهل و فرزندان خود همان روزه بر زیاد داشته باشد. حتی اگر صاحب نصاب زکات یعنی مقدار مخصوص مالی که بر انسان جمع شد که از آن زکات مال پرداخت کرده نشد، اگر بر این هم نرسیده باشد، پس زکات فیتر را ادا نماید. پس بر این نقطه ما دقت نماییم. حتی اگر نصاب نداشته باشد ولی غذای زیادتی از نیاز یک روزه خود بیشتر را دارد، بر او زکات فیتر واجب میگردد. و این مذهب جمهور علما، مالکی ها، شافعی ها و حنبلی ها و بسیاری از سلف همین نظر را ذکر یادآوری کردند. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که فرمودند: لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله هیچ کس را جز به اندازه تواناییش مکلف نمیکند. یعنی آنچه که تو توان داری، الله تو را به آن مکلف کرده است، و آنچه که توان نداری از اراده تو بیرون است، بر او تو مکلف نیستی. پس کسی که توان دادن زکات فیتر ندارد، بر او واجب نیست. و همچنین الله سبحانه و تعالی میفرماید: و ما جعل علیکم من الدین من حرج. و در دین بر شما تنگی قرار نداده است. پس مقدار زکات فیتر در حدیثی که از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که زکات فیتر را 1 صاع از خرما یا که 1 صاع از جو فرض گردانید. 1 صاع تقریباً 2.5 یا 3 کیلوگرم است. این حدیث مطلق آمده است. بین شخصی بای و فقیر نصاب قرار نداده است، فرق نگذاشته است، بلکه بای و فقیر آن همین مقدار باید پرداخت نمایند. پس هر مسلمانی که زیادتی از آن رزقی که دارد داشته باشد از روز خود، پس زکات فیتر برای او واجب و حتمی میگردد. و حکمت از مشروعیت زکات فیتر باشد در حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما که آن را امام ابن ماجه و ابی داود روایت کردند که فرمود: فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر. اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرض گرداندن زکات فیتر را پاکسازی از چیزهای بیهوده، از سخنان بیهوده، از رفتار ناشایسته و طعام برای مسکینان قرار دادند صلی الله علیه و سلم. پس یکی از مقصدهای اساسی زکات فیتر این پاک کردن روزه از لغو و سخنان بیهوده و رفع سخن یا که عمل زشت می باشد. و در این مسئله بین بای و کمبغل فرق ندارد. تا وقتی که شخص زیادتی از نیاز خود را دارد، پس زکات فیتر بر او لازم میگردد. بهترین صدقه در حدیث صحیحی که از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: بهترین صدقه آن است که پس از آن که انسان بی نیاز بماند، دست بالا، دست دهنده بهتر است از دست گیرنده دیده. پس از کسی آغاز
آغاز کن ای شخص نفقه دهنده، ای شخص زکات مال دهنده، ای شخص زکات فطر دهنده، از کسی آغاز کن که بر تو نزدیک است و از جمله نیازمندان و احتیاجمندان است. پس این زکات فطر بر هر شخص مسلمان واجب گشته است، خواه خرد و بزرگ باشد، خواه مرد و زن باشد، خواه زندانی و آزاد باشد، غذای یک روزه خود را داشته باشد و این غذا بر مسکین ها و بیچارگان و بی‌نیازان داده می شود تا که خوشحالی و خرسندی بر قلب های آنها نیز قرار داشته شود. و این زکات فطر از برنج، گندم، خرما و دانگی ها مانند این چیزها از 2.5 تا 3 کیلو سر هر نفر داده می شود و این حکمش واجب است. دلیل آن حدیثی ابن عمر رو گفتم رضی الله عنه. و این کمک بر فقیران، دستگیری نیازمندان می باشد و مقدار آن را 1 سا گفتم که 1 سا تقریبا 2.5 3 کیلو است از غذای معمولی همون کشور، برنج، خرما، هر چه که باشد از دانگی ها. و وقتی برآوردن آن باشد روز عید پیش از این بهترین وقت است، پیش از نماز عید بهترین وقت است. اگر این وقت برای تنگی کرد یا روز پیش از عید یا که 2 روز پیش از عید دادن آن هم برای تو روا است، برای فقیران و مسکینان و بیچارگان و بینوایان. اما زکات به غیر مسلمانان دادن جایز نیست و همچنین بعد نماز عید آن را تأخیر کردن اینم جایز نیست و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است.